شب 5 مارس سال 2023 در شرق ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان و در ولایت بدخشان در شمال و شرق افغانستان دو زمین لرزه رخ داده است. مرکزهای بین المللی زلزله نگاری که هر زمین لرزه در سراسر سیاره رخ داده را لحظه به لحظه پیگیری میکنند خبر دادند که زمین لرزه اول با اقتدار 4.2 بال طبق جدول ریختر در 80 کیلومتر عمق زمین ساعت 9:40 به وقت تاجیکستان رخ داده. مرکزش در 66 کیلومتری غرب مرغاب و تقریبا 70 کیلومتری شرق کول سریز جایگیر شده بود. زمین لرزه دوم 1.5 ساعت دیرتر ساعت 05:26 با اقتدار 4.1 بال در عمق 180 کیلومتر ثبت شده. مرکزش این دفعه در حدود نویه اشکاشم ولایت بدخشان افغانستان در نزدیکی مرز تاجیکستان جایگیر شده بود. یک روز قبل پژوهشگاه گلدوگه ساختمان به زمین جنبی تاب‌آور و زلزله شناسی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان خبر داد که صبح 4 مارس ساعت 05:23 با وقت محلی نیز در شرق جمهوری زمین لرزه به قید گرفته شد. مرکز زمین لرزه در 370 کیلومتری جنوب و شرق شهر دوشنبه، 97 کیلومتری شرق کول سریز و 37 کیلومتری غرب مرکز نویه مرغاب گفته می شود. قوه زمین لرزه در مرکز آن 4 بال، در مرغاب 3 بال و در حدود شهر خوروغ 12.3 بال بود. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که خوشبختانه زمین لرزه یگان تلفات جانی و خسارات دیگر نداشت. تاجیکستان در یک منطقه زلزله خیز قاره آسیا جایگیر شده. هر سال در قلمروش صدها زمین جنبی ثبت می شوند. یادآور می شویم 10 ایول سال 2021 بر اثر زمین لرزه در وادی رشت در شرق تاجیکستان 5 ساکن نویه تاجیک‌آباد اکثرا کودکان به هلاکت رسیده. در این نویه و نویه رشت بیش از 200 خانه خراب شد.